اونا رو میبینی آقای رنگو؟ دوستا و همسایه های من. اینجا زندگی سخته، خیلی سخت. میدونی روزها رو چطوری سپری میکنن؟ با امید. با امید اینکه روزی اوضاع بهتر بشه، با امید روزی که آب دوباره بیاد. با تمام این بدبختی ها باور دارن که فردایی بهتر در انتظارشونه. آدم با امید زنده است. الانم امیدشون تویی. برش دار آقای رنگو، سرنوشت منتظرت. مردم باید به یه چیزی امید داشته باشه.